در مؤسسه اصلاحی رقم 4 شهر توله فدراسیون روسیه زیاده از 200 نفر تاجیکستانیان ادای جزا می کنند که اکثر با جرم‌های ساخته و تهمت پشت پنجره زندان شده اند. در این باره به پیام از داخل این زندان یک محبوس تاجیک به شرط افشا نشدن نامش خبر داد. منبع میگوید هر ماه یک یا دو تاجیک را به این زندان می آرند. شاهدی فوتیدن چند تن از تاجیکان محبوس در این زندان هم شده اند. هرچند نفران زیاد از یک کشور در این زندان به سر میبرند، یگان نفر از مسئولین سفارت و یا نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه بار هم از آنها دیدن نکرده است. منبع پیام در مؤسسه اصلاحی نظامش سنگینی رقم 4 شهر توله میگوید حدود 1 سال می شود که با تهمت در زندان به سر میبرد. میخواهد وکیل دفاع داشته باشد و بیگناهیش را به اثبات رساند، ولی با این حالی که دارد نمیتواند به وکیل دفاع مراجعت کند. ما همه روزه برنامه‌های پیام نیوز و اخبار آزادی را تماشا میکنیم. نوشته‌های سامانه اخبار میرزا سلیمپور را میخوانیم. برنامه‌های پیام نیوز با آشکارگویی‌هایش به ما خیلی پسند است. چند بار خواستیم از شرایط خود به رسانه‌ها خبر دهیم، ولی ترسیدیم که برایمان مشکل ایجاد نشود، چون ما در زندان مؤسسه نظامش پرزور هستیم. باید گفت مؤسسه اصلاحی رقم 4 شهر توله فدراسیون روسیه یکی از کهنه‌ترین زندان‌های روسیه می باشد و آن سال 1949 به استفاده داده شده است. در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های روسی خبرهای زیاد شکنجه زندانیان در این محبس به چشم می‌خورد. طبق معلومات دریافتی، این زندان گنجایش 1413 نفر زندانی را داشته در آن محبوسان متهم به جنایت‌های وزنین ادای جزا می‌کنند. کوشش ما برای تماس با مسئولین این زندان نتیجه نداد. چندی پیش از زندان شهر پنزه روسیه نیز به ما نوشته بودند که در یک خودی همین زندان زیاده از 80 نفر تاجیک ادای جزا می کند که اکثریتشان با تهمت پشت پنجره زندان شده اند. بنا به آمار رسمی خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه در زندانهای این کشور زیاده از 30,000 محبوس خارجی ادای حکم می کنند. جای اول را در بین محبوسان خارجی در زندانهای روسیه شهروندان تاجیکستان می گیرند. نزدیک به 10,000 یعنی از 1 حصه زندانیان خارجی در روسیه را تاجیکستانیان تشکیل می دهند. طبق معلومات 90% محبوسان خارجی در روسیه برای جنایت‌های سنگینه چون قاچاق مواد مخدر، کشتار، غارتگری، برقصدانه رساندن آسیب وزنین به سلامتی و تجاوز به ناموس محکوم به زندان شده اند. بیشتر شهروندان تاجیکستان در روسیه اساساً با جرم‌های چون قاچاق مواد مخدر، غارتگری و تقلب حجت‌ها زندانی شده اند. اما حامیان حقوق میگویند در بین زندانیان تاجیک در روسیه خیلی زیادن نفرانی که قربان تهمت یا پدسته شده اند.